السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران موحد بار دیگر بعضی از ویدیورولیک ها که بعضی از ویدیوهای برادرایی که با اصطلاح در واکنش به همین کارهای مرتدینه که یعنی پایبندی یا که محدودیتی که در برای همین حجاب مسلمان ها و زنهای مسلمه گذاشتگی هستند همین شب و روز، بعضی واکنش های نشان میتین ما به طوری که ما راضی نیستیم و این قانون برداره و همه خیلی گپ ها. شما را بگم والله بالله ثم تالله که این کافرین و این مرتدین که این کار را میکنن، این شعارات ها را میبردن و این کار ها را میکنن، اینها غیر از کشتن به هیچ چیز دیگه دست نمیکشن. این را خوب شما بدونید. غیر از اینکه نزنی کلشن، نه غیر اینکه نزنی معیبش نکنی، با این که شما ویدیو میکنه اونها در قصه ای کفا نیستن برادرای عزیز. به همون خاطر باز میگم والله بالله ثم تالله هر کسی که میویده در خونه در هر جایی که میکپه غیرت خود از دست نتیه، ناموس خود از دست نتیه، چو کنه باید که اونها را شما واکنشی با چی بتیه؟ با زدن بتیه انشاءالله نازیم. با این چیزای شعارات هایی که در چیو میتیم بعضی ها ویدیو میکنن ابرشینی میکنن که ما روزی نیستیم و ما میتیم میکنیم تظاهرات و فران، هیچ امکان نداره که این مرتدین های چی دست بکشن. به همون خاطر در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همیشه اینها مبارزه میبرن، میجنگن با شما تا اینکه شما را ای دین خودتون بر بگردونن، کافر و مرتد بکنن. این استطاعوا اگر اونها قدرت داشته باشن، اونها توانایی داشته باشن. لیکن حاشا و کلا الله رب العزت دعا میکنیم که توی درجه را نرسونن اونها را که روز بیان همه را بگن که اعوذ بالله روز نمیرسه باذن الله الرحمن عن قریب. ترونه بعیدا و نراه قریبا. اونها ای را دور میبینن لیکن ما اینها را باذن الله الرحمن ما این روز نزدیک میبینیم که این دستی ظالمین قطع میشوه یک چیز دیگه انشاءالله. از این لحاظ باز برادرای عزیز میگیم که یگانه راهی که این مرتدین دست شما باز میداره ای چی؟ فقط کشتن های دیگه، تمام جهاد های. و همون خاطر برادرای عزیز حدیثی که برای شما ذکر کردیم که حدیثی صحیح هست که من قتل دون ماله یعنی دفاعا عن ماله، دفاع کردن از مالش یا که از اهلش، او فی نصرت دین الله، دین الله تعالی، و دفاع کردن از دین تعالی به هر وسیله‌ای که باشه، پس او کشته شود شهید است. له حکم الشهداء، در ثواب آخرت هم حکم شهدا. در این همین حکم دنیا هم حکم شهدا. همون خاطر الله سبحانه و تعالی همه ما شما توفیق عمل بتیه که با این مرتدینه که این روزه این کارها را دارن پیش میبرن و اینها بدون یگان شک بدون یگان شبهه ما چکو کنیم جواب بتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.